ما یه روزی وقتی دشمنان ما رو تهدید میکردن ما میگفتیم نفتمون رو بر روی شما میبندیم و اهرام تهدید ما بود. امروز کدوم نفت میبندیم؟ کدوم بازار رو داریم؟ همونجوری که ایشون فرمودن دروغگو ماییم، اوباش و عرازل ماییم، مفسد فعل ارض ماییم، دیوس اقتصادی سیاسی. دارم حرف میزنم جون بچه بذار 2 دقیقه حرف دلمو بزنم. بابا آقا هرچی برده شده این برده، هرچی خورده شده توی مملکت این خورده، هرچی به چاپ و به چپون بوده کار ما بوده. حرکت کن آقا، اصلا هر اتفاقی تو دنیا افتاده گردن ما. میلیارد پول این مملکت لوتی خور شده آقا گردن ما. یارو از گشنگی کارش به کلیه فروش افتاده گردن ما. جوونا مفنگی شدن، بیکار شدن، نون ندارن بخورن، طلاق ملاق زیاد شد آقا، همش گردن ما. آب دریاچه رو بیارم آقا ما سر کشیدیم.